به خاطر نان او 40 نفر به قتل نرساندن، در روز روشن که مرمی نکشتن مردم. خب آلینا با ریشای کلان خود میاین در اونجا و احساس دیگه نمیکنن که مرا دشمن میگیرم، بلکه اونمو کسایی هستن که اینا گفتم ساخته شدن. اما کسی که دعوت میکنه باید از محور حکومت دعوت. امروز یگانه دعوتی که ما باید در افغانستان باید کنیم قضیه ولا و براست. من نفر چی کنم تو نماز بخوانم ترجمان است. ما بس میگم یک وقت کسا واسه تر نرجای متین نشون گفتین نفر پلیس از نماز صبح گفتی ولا گفتین پلیس از گفتی میره بگو که در نماز نگو صبح که نفر زحمت بده خواهد گفت چه قسم خواهی نفر نماز گفتی کافر است. یک نماز قبولم پیر اول برش بگو تو ولایت جور کو، تو حاکمیت جور کو، تو خود نظام کفر خدمت میکنی. خب علیم فایم ما بر مردم برسانیم یا کل مردم بگذاریم افساد مردم یک چیز دیگه مردم دعوت کنیم؟ نه، متوجه باشن که از قطاع طریقان و این مردم هیچ وقت برادر وقتن در مجالس امروز اولویت شما جهال از در راه الله عزوجل قضیه ولاس قضیه حاکمیت است، نسل به نسل دعوت کنین و این وصیت ما نیست، این وصیت یعقوب علیه السلام است. لا تموتن الا وانتم مسلمون لا تشرك بالله ان الشرك لظلم. وصیت لقمان است، وصیت ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم علیه السلام برای ما چی مانده؟ اسوه شمیت. در ابراهیم برای شما اسوه بود، برای چی بود؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ما شما بیزار هستیم زیرا شما پرستش میکنیم، کفرنا بکن، با شما کافر شدیم. بعد بین قدرت و ابدا بین ما و شما بغض دشمنی تا ابدا ظاهر شد تا که شما بالله اتیؤمن بالله وحده. بس ما در ملت ابراهیم علیه السلام است. عظیم آبادی رحمه الله میگه که حدیث شرح میکنه از فرزندان قنطورا امان میخوان و آن را میپذیرند. برای ما امان بدین یا امان برشان داده میشه، بیاین به این نظام شرکت کنین، به این پارلمان داخل شوین، تنظیمتان به رسمیت میشناسیم، 4-5 موتر برتان میتون، در مناطق مختلف برتان زمین برتان میگیریم، کسر به ازدواجتان هم در میآوریم، بادیگارده برتان میتیم. فقط سوای میست که درنت چوب که با ما باش در پارلمان داخل شو، تو در امانمون خلاص. یک کارت هم برش میتن میگی در امانمون، هیچ با ما مشکل نداریم. خلاص بیاین در پارلمان باش، ما مشکل نداریم. ورده کسی بعد قسم میکرد، کسی بر من گفت که من مجاهد هستم. یک کسی که من گفتم جهاد چی خودم تاجر خاص خود چی دارم؟ کسی تاجر است از خود لباس خوب میپوشه، پولدار است، او تاجر شد. یک نفر مستری است میبینی کالاش مشکل داره، این مستری. یک نفر قصاب است، هر کس یک نشانه. مثلا طالب علم میفهمی از قوارش از یک طالب علم. مجاهد از چی میشناسی؟ یا بندی شده، یا در جان زخم است، یا زیر تعقیب است و ای به این شکل نمیگرده به اینجا که ما سلام کتون سلام کادی دست نو عجیب. گفتم تو چی هستی دیگه؟ گفت نه من مجاهد هستم. گفتم میایت برش تلاوت کردم که از منافقین نباش، نه مست نه تو هستی. متوجه باشین برادران. بس ما به باشیم که از قطاع طریقه دور باشیم، دور یا قطاع طریق هستن. چون قطاع طریق حکمش میست که دست چدک سو بری پاش چدک سو بردست که هم بر مردم باید عبرت و عظت باشه، بیاد داشته باشیم.